جالبه که بدونید تمام رفتارهایی که تو انجام میدی یا دیگرون انجام میدن به خاطر برآورده کردن 5 نیاز اساسیشونه از دیدگاه دکتر ویلیام گلاسر. نیاز به بقا که همون نیاز به امنیت، نیاز به سلامت جسمانی، نیاز به غذا هست و نیاز به عشق و توجه که شاید خیلی تو روابطمون با این نیاز اون مشکل میخوریم. نیاز به قدرت که میتونیم همون احساس ارزشمندی و احساس احترام ما توی روابطمون میخوایم. نیاز به آزادی که از اون چسبندگی و اینکه یکی همش کنترل میکنه ما فراری هستیم. و نیاز به تفریح که نیاز به اینی که سرگرمی و لذت و اون چیزی که حال دلمون رو خوب میکنه و به ما تفریح و انرژی میده اونو پیدا کنیم که شاید گاهی اوقات وقتی حال رابطمون خرابه به خاطر اینکه اون نیاز به تفریحمون تو اون رابطه برقرار نشده، پاسخ داده نشده. من یه ویدیو کامل در مورد انواع نیازها، این 5 نیاز اساسی رو به طور کامل تجزیه تحلیل کردم از دیدگاه تئوری انتخاب و واقعیت درمانی از دکتر ویلیام گلاسر که اگه دوست داشتین بدونین حال رابطتون کجاش خرابه. حالا رابطه تنها رابطه با پارتنر نیست، رابطه با خودتون، رابطه با خانواده، رابطه با همکاران، رابطه با اجتماع. و چرا انقدر میگین حالم خرابه که دلیل ریشه‌ایش رو بدونین و راهکارهایی دادم برای اینکه چطوری حالا این نیازهاتون رو پاسخ بدین که بتونین به خودتون و به دیگران در شناخت بیشتر رابطه و حال خودتون کمک کنید.